خیلی بپرده سخن گفتم با اون معنایی که یعنی که ما من زیبایی را میاریم. مثلا این کس از گالاندیا، من میدونم از رمسر ایران گل آوردن، من نقل کردم که یک هواپیما آمدن همه مردم فرا آوردن، پرزیدنت همش گل بار کردن، تابستان بود. من میخوام بگویم که این شهری که من از 15 سالگیم در این شهر هستم، من 15 سال استودنت بودم، در پیش چشم من این با همینقدر زیبایی رسید، اما متاسفانه هنوز مردم ما و خاصه جوانان ما که بسیار نازنینن فرهنگ شهرداری را ناموخته ایم. میدونید وقتی که تو میشینی، وقتی که مثلا مادر تو عروشی میکند، وقتی که کوچه را پاک میکند، وقتی تو میشینی و دانه کدو میخوری یا نمیدونم کوزچت اونجا میپرتوی میروی، این چنین معنا دارد که ما هنوز سزاوار شهروند دوشنبه بودن یا که شهروند خوجند یا دیگر جا نیستیم اگر هم کارو شوند. من میخواستم که همین روز که اگر سخن میدادن و من گپ میداشتم میگفتم که مردم باید در جای خودشان هر کس باشد. بسیاری در جای خودشان نیستن. ما از سینما یا که از تلویزیون یا از روزنامه ها تنقید میکنیم، انتقاد میکنیم. ما یگان کس فرستادیم به یگان جا برای اون که این تجربه بآموزد، این جوان بآموزد. بسیاری ها انتقاد میکنن که می شاعران نویسندگان که ما در از این فرصت مهمی ملاقات با رئیس جمهور استفاده نمیکنن، یک مشکلات و حل آن برای رئیس جمهور پیشنهاد نمیکنن. اجازهشون نمیتونن گپ بزنن. حتی یک بار خود من گفتن که شما در صحبت با رئیس جمهور چی میگی؟ گفتم اگر تو منه یاد بده که من چی میگویم، من نمیدونم دیگر بچه‌ها چی اجازت میدادن اگر همه گم میزدن، نه تنها شما. من پیشنهاد میکردم که میدونید انسان آزاد به دنیا آمده است، مخصوصا آدم ایجادکار باید که میگن جسارت، همه یک بار زندگی میکند، همه میترسد، جان دارد. آدم باید جسارت داشته باشد، خیرت داشته باشد، اندیشه داشته باشد، سواد داشته باشد و همون نانی که همون کسبی که شما انتخاب کردید حلال کند.